داستان از جایی آغاز می شود که ما مکس را می بینیم. مکس به مدت 3 شبانه روز بر روی یک صخره نوک‌تیز بیهوش افتاده بود. به محض اینکه چشمانش باز شد به اطراف نگاه کرد و کاملا خشکش زد. دورتر در میان دریا رفقای ناخدا و ملوانش طوری روی آب شناور بودند که انگار به آرامی خوابیدند. اما وقتی نزدیکتر رفت روح از بدنش پر کشید. همه آنها خیلی وقت پیش جان باخته بودند. در همان لحظه مکس فهمید که در این حادثه سهمگین تنها اوست که زنده مانده است. قلبش سنگین بود، اما با این حال جرأت به خرج داد و پیکر همه آنها را در ساحل دفن کرد. با فرارسیدن شب تاریکی همه جا را فرا گرفت و سکوت جنگل و خطرهای ناشناخته اجازه نمیدادند او وارد جنگل شود. او بالای یک درخت بزرگ در همان نزدیکی رفت و تمام شب را با ترس و لرز آنجا نشست. در ذهنش فقط یک فکر میچرخید: به محض آمدن صبح باید راهی برای نجات پیدا کند. صبح روز بعد وقتی خورشید طلوع کرد، همان کشتی بزرگی را که با آن سفر میکرد در دوردست دید. او تصمیمش را گرفت که به آنجا برود تا غذا، آب و تجهیزات نجات جمع‌آوری کند. پس از ساعت‌ها تلاش به هر ترتیبی که بود خود را به کشتی رساند. هنوز وارد کابین پایینی نشده بود که ناگهان از یکی از اتاقها صدای ناله ضعیف یک سگ به گوشش رسید. او با نگرانی تبر را برداشت، با قدرت در را شکست و به محض اینکه در باز شد سگ محبوبش سیمبا را دید که زنده ایستاده است. با دیدن این صحنه اشک شوق در چشمانش حلقه زد. بعد از آن در اتاقی دیگر مقداری غذا، چند ابزار و تعداد زیادی تفنگ پیدا کرد. پیش از آن که کشتی غرق شود هرچه میتوانست جمع کرد و سریع به روی عرشه آورد. سپس با بریدن تخته‌های چوبی یک کلک استوار ساخت. سیمبا را هم پایین آورد و تمام وسایل ضروری را با طناب محکم بست. وضع به گونه‌ای بود که حتی برای بستن کمر شلوارش مجبور شد از همان طناب استفاده کند. تنها یک فکر داشت: به هر قیمتی جان خود و سیمبا را نجات دهد. کلک به خاطر وسایل سنگین شده بود، اما موج‌های خروشان دریا کار او را آسان کرد. او بدون زحمت زیاد همه چیز را به ساحل رساند، اما وقتی آذوقه را شمرد دلش هوری ریخت. تنها به اندازه یک وعده غذا باقی مانده بود. این یعنی او و سیمبا باید از این به بعد بسیار با احتیاط غذا می‌خوردند و سریعاً راهی برای خروج پیدا می‌کردند. وقتی کمی جان گرفت با تفنگ به سمت جنگل رفت. امید داشت که جایی، نشانه‌ای یا راهی برای بازگشت به خانه پیدا کند. او از یک آبشار بلند گذشت، سپس از یک دشت بزرگ و سوت و کور عبور کرد و آرام آرام به طرف دیگر جزیره رسید. وقتی به آن سو رسید کاملاً مبهوت شد. تا جایی که چشم کار می‌کرد نه خشکی بود، نه انسانی و نه هیچ نشانی از زندگی. از همه بدتر اینجا جایی بود که هیچ کشتی از آن عبور نمی‌کرد. یعنی امید به نجات تقریباً صفر بود. بنابراین مکس با خود فکر کرد که اگر روزی کمکی برسد نباید آن را از دست بدهد. او پناهگاه کوچک خود را به نزدیکی ساحل منتقل کرد و هر روز ساعتها با دوربین به دریا خیره می‌شد. اما روزها گذشت، هفته‌ها سپری شد و در چشم هم زدنی 6 ماه گذشت، اما هیچ چیز تغییر نکرد. یک روز که مکس و سیمبا در ساحل دنبال صدف می‌گشتند، ابتدا مکس توجهی نکرد، اما به محض اینکه ظرف آبش را بلند کرد، چشمانش از حدقه بیرون زد. در دوردست دریا یک کشتی بزرگ در حال عبور بود. او بدون معطلی دوید، مشعلی را که از قبل آماده کرده بود برداشت و با تمام توان به سمت توده بزرگی از هیزم که در 100 متری ساخته بود دوید. اما شعله‌ور شدن آتش بزرگ زمان برد. شعله‌ها کوچک بودند و از آن فاصله دیده نمی‌شدند. هرچه کشتی دورتر می‌شد، اضطراب و پریشانی مکس بیشتر می‌شد. او می‌خواست به هر شکلی توجه آن کشتی را جلب کند. تفنگش را برداشت و چندین گلوله به سمت دریا شلیک کرد، اما صدای شلیک در برابر غرش دریای پهناور گم شد. کشتی بدون هیچ واکنشی به مسیرش ادامه داد، انگار که اصلاً مکس وجود خارجی ندارد. این آخرین امید او بود که حالا داشت از دست می‌رفت. در اوج ناامیدی مکس دست به اقدامی دیوانه‌وار زد. مستقیما به داخل دریا پرید و با تمام توان شروع به شنا کرد. مدام دست و پا می‌زد تا جلو برود، اما بعد از چند دقیقه فهمید که حتی یک ذره هم جابجا نشده است. موج‌های تند اجازه نمی‌دادند پیشروی کند. آرام آرام آن کشتی پیش چشمانش کوچک و کوچکتر شد. سپس به یک نقطه تبدیل گشت و در نهایت کاملا ناپدید شد. مکس از پا افتاده بود. بدنش جانی نداشت. ذهنش خالی شده بود و امیدهایش فرو ریخته بود. دریا خودش او را به سمت ساحل پس زد. وقتی روی شنها افتاد کاملا خیس و در هم شکسته بود. در آن لحظه سیمبا دوان دوان نزد او آمد. ناله می‌کرد و زوزه می‌کشید، انگار که همه چیز را فهمیده بود. شنیدن صدای سیمبا قلب مکس را بیشتر به درد آورد. او شاید درد یک انسان را تحمل می‌کرد، اما رنج سگش چیزی بود که سینه‌اش را می‌شکافت.
آن شب مکس بی صدا به آسمان خیره شد. ستاره‌ها می‌درخشیدند، اما او هیچ امیدی در آنها نمی‌دید. مدت زیادی فکر کرد و در نهایت یک چیز برایش روشن شد. اگر قرار نیست کسی برای نجات او بیاید، خودش باید این مکان را به خانه خود تبدیل کند. روز بعد خود را غرق در کار کرد. ابتدا مکانی امن پیدا کرد و آرام آرام شروع به ساختن یک پناهگاه کرد. ابزارهای کمی داشت، اما اراده‌اش کامل بود. در عرض چند روز چارچوبی ساخت که هر روز آن را بهتر می‌کرد. ماه‌ها این روال ادامه داشت و تا پایان سال اول با دستان خود خانه روستایی بزرگ و زیبایی بنا کرد. کم کم متوجه شد این جزیره آنقدرها هم بد نیست. اینجا آناناس، انبه‌های شیرین، حیوانات وحشی و از همه بهتر چشمه‌های آب گرم طبیعی داشت. غذا بود، آب بود، شکار بود و از همه مهمتر سیمبا همراهش بود. حالا زندگیش به یک نظم روزانه تبدیل شده بود. صبح‌ها جستجوی غذا، روزها تعمیر خانه یا آوردن چوب از جنگل و عصرها نشستن کنار ساحل و تماشای افق دریا. گاهی به ذهنش می‌رسید که شاید روزی دوباره کشتی عبور کند، اما دیگر زندگیش به آن امید وابسته نبود. 2 سال به همین منوال گذشت و خودش هم نفهمید چطور. در این جزیره متروک گرچه تنها بود، اما در حقیقت تنها نبود، چون سیمبا با هر نفس و هر قدم کنارش بود. حضور سیمبا برای او مانند آخرین گرمای باقی مانده از زندگی بود. او سعی می‌کرد خودش را به شکل‌های مختلف سرگرم کند. گاهی با حک کردن تجربه‌هایش روی چوب، گاهی با نوشتن در دفترچه خاطرات قدیمی و گاهی با نواختن آهنگی آرام با فلوت. و هر زمان که صدای فلوت در فضا میپیچید، سیمبا دم تکاندهان بالا و پایین میپرید. انگار او هم در این دنیای سوت و کور دنبال شادی کوچکی میگشت. اما انسان هر چقدر هم تلاش کند، نمیتواند کاملا از تنهایی فرار کند. آرام آرام روزهای مکس تکراری و بیرنگ شدند. هر صبح همان ساحل، همان درخت، همان جنگل و شبها وقتی همه چیز ساکت میشد، جای خالی درون قلبش با صدای بلند فریاد میزد. بارها در گوشه خانه مینشست و به یاد همسرش گریه میکرد. خنده‌هایش، مهربانیش و همراهیش حالا فقط یک خاطره شده بود. یک روز که مکس و سیمبا در ساحل قدم میزدند، ناگهان چشمش به ردی عمیق روی شنها افتاد. ابتدا فکر کرد شاید جای پای خودش باشد، اما وقتی خم شد و اندازه آن را دید، قلبش برای لحظه‌ای ایستاد. این جای پای یک انسان بود، اما آنقدر بزرگ که گویی یک جنگجوی غول‌پیکر یا یک موجود اهریمنی قدم گذاشته است. لرزه‌ای سرد بر ستون فقراتش نشست. بلافاصله تفنگش را محکم در دست گرفت. قدم‌هایش بسیار با احتیاط شد. هر تکان بوته‌ها و هر صدای خشخشی زیر نظر او بود. سیمبا هم به طرز عجیبی هوشیار شده بود و آرام غرش می‌کرد. انگار خطری نامرئی را حس کرده بود. کمی جلوتر در جنگل صحنه‌ای او را شوکه کرد. چندین قایق کوچک چوبی زیبا آنجا بود که انگار همین الان کسی آنها را به ساحل آورده و درست در همان نزدیکی صداهای عجیبی به گوش می‌رسید. نه شبیه حرف زدن بود و نه شبیه آواز خواندن. صداهایی که تا به حال در عمرش نشنیده بود. در همان لحظه فهمید که کسانی در جزیره هستند و آنها اصلاً آدم‌های معمولی نیستند. قلبش به شدت می‌تپید. مکس به دنبال آن صداها رفت و پشت یک درخت قطور پنهان شد و سرک کشید. به محض اینکه صحنه مقابلش را دید، خون در رگ‌هایش خشک شد. گروه بزرگی از آدمخوارها در حال انجام یک مراسم قربانی وحشتناک بودند. طبل‌ها با شدت نواخته می‌شد. آتش به آسمان زبانه می‌کشید و در میان آنها افرادی غرق در خون و بسته شده با طناب دست و پا می‌زدند. فریادهای آنها مکس را از درون لرزاند. او با ترس روی زمین به عقب خزید. جنگی میان ترس و شجاعت در دلش در گرفت. می‌دانست اگر او را ببینند، سرنوشتش همانند آن افراد خواهد بود. اما وقتی چشمش به چشمان یکی از مردان بسته شده افتاد، در آن چشمان نه ترس بلکه التماس برای کمک دید. آن صحنه چیزی را در درون مکس شکست. 2 سال تنهایی هم نتوانسته بود انسانیت او را از بین ببرد. چند ثانیه با ضربان قلبش جنگید و سپس تصمیمش را گرفت. او نمی‌توانست بایستد و مرگ کسی را تماشا کند، حتی اگر به قیمت جان خودش تمام شود. مکس از پشت درخت تفنگش را برداشت، نشانه‌گیری کرد و به محض اینکه فرصت را مناسب دید، ماشه را چکاند. صدای شلیک در جنگل پیچید و کل مراسم به هم ریخت. صدای طبل‌ها قطع شد. آدمخوارها فریاد می‌زدند و هرج و مرج شد. در آن شلوغی، جوانی که بسته شده بود، موفق شد طناب‌هایش را پاره کند و فرار کند. آن گلوله نه تنها در خطر را باز کرد، بلکه جان یک نفر را نجات داد. کمی دورتر، آن جوان در حین فرار مستقیما با مکس روبرو شد. هر دو برای لحظه‌ای خشکشان زد. تنش عجیبی در هوا بود. آرام
آرام آن مرد بومی بدون هیچ خشمی نزد مکس آمد. سلاحش را زمین گذاشت، روی زانو نشست و پای مکس را روی شانه خود گذاشت. انگار بی صدا می گفت تو جان مرا نجات دادی. اما لحظه‌ای بعد فضا کاملا عوض شد. آن بومی ناگهان تفنگ مکس را گرفت. قلب مکس به شدت تپید. فکر کرد نکند این سوء تفاهم جان هر دو را بگیرد، اما سریع فهمید که این مرد اصلاً بلد نیست با تفنگ کار کند و آن را مثل یک تکه چوب خشک گرفته است. اگر اتفاقی ماشه چکانده میشد ممکن بود به کسی آسیب برسد. مکس فوراً دستهایش را بالا برد تا نشان دهد دشمن نیست و می‌خواهد دوست باشد، اما مشکل زبان سدی میان آنها بود. بومی با شک و تردید به هر حرکت مکس نگاه می‌کرد. مکس به جای خشم انسانیت را برگزید. به آرامی کیفش را باز کرد، مقداری میوه و غذای خوش بیرون آورد، روی سنگی گذاشت و اشاره کرد که این برای توست، بخور. بومی ابتدا به مکس، سپس به غذا و دوباره به مکس نگاه کرد. بعد از چند ثانیه فهمید که این یک کمک است، نه خطر. او به سمت غذا رفت، اما ناگهان صدای خشخشی از میان بوته‌ها آمد و 3 دشمن خطرناک بیرون پریدند. از چهره‌هایشان پیدا بود که قصد ندارند کسی را زنده بگذارند. مکس ثانیه‌ای را تلف نکرد. تفنگ را پس گرفت و شلیک کرد. اولین دشمن از پا درآمد و در همان لحظه اتفاقی افتاد که مکس فکرش را هم نمی‌کرد. آن مرد بومی که تا چند لحظه پیش بلد نبود تفنگ بگیرد، مثل برق جلو پرید و با سلاح خودش یکی از دشمنان را نقش زمین کرد. حالا مکس تنها نبود. او یک همراه جدید داشت. بعد از شکست دشمنان، مکس فکر کرد همه چیز آرام شده، اما صحنه‌ای که دید او را لرزاند. آن مرد بومی که شانه به شانه مکس جنگیده بود، ناگهان روی جسد دشمن خود خم شد و شروع به خوردن او کرد. این صحنه آنقدر سهمگین بود که ناخودآگاه صدای اعراض از گلویش خارج شد و بومی با شنیدن آن ترسید و فرار کرد. آنجا بود که مکس فهمید این مرد فقط یک بومی نیست، بلکه یک آدمخوار است. حالا ترس در رگ‌هایش می‌دوید. فوراً به پناهگاهش برگشت و چندین روز فقط روی امنیت کار کرد. دور خانه حصارهای نوکتیز کشید، تله‌های گودالی درست کرد و تمام تفنگ‌ها را پر کرد. شبها با آتش روشن بیدار می‌ماند، اما در کمال تعجب تا 6 ماه هیچ دشمنی برنگشت. هرچه سکوت بیشتر می‌شد، مکس ناآرام‌تر می‌شد. بالاخره فکر کرد اگر خطر سراغ من نمی‌آید، من باید سراغ خطر بروم. با تفنگ و سیمبا راهی جنگل شد. هر قدم را با احتیاط برمی‌داشت، اما ناگهان زمین زیر پایش خالی شد و در یک تله تنابی گرفتار گشت و وارونه از درخت آویزان شد. تفنگش افتاد و نمی‌توانست تکان بخورد. سیمبا به داخل جنگل دوید، شاید برای پیدا کردن کمک. کمی بعد همان مرد بومی ظاهر شد، اما این بار در چشمانش دشمنی نبود، بلکه کنجکاوی موج میزد. او تفنگ مکس را برداشت و طوری به آن نگاه کرد که انگار وسیله‌ای از دنیای دیگر است. مکس که وارونه معلق بود، در ذهنش فقط یک سوال میچرخید: این مرد مرا نجات میدهد یا کارم را تمام میکند؟ بومی روی زمین نشست و با دقت به تفنگ خیره شد. در همان فرصت مکس بند کمرش را با دندان برید، خود را آزاد کرد و به محض زمین خوردن برای هشدار یک تیر شلیک کرد. گلوله به درختی در آن نزدیکی خورد. بومی ترسید، اما در چشمانش شگفتی بود. مکس می‌خواست او بفهمد که این یک سلاح مرگبار است. مکس تیر دیگری شلیک کرد که پوست درخت را متلاشی کرد. بومی مات و مبهوت ماند، اما او هم تسلیم نشد. یک تکه چوب از زمین برداشت، در هوا چرخاند و با چنان دقتی به سمت درخت پرتاب کرد که لرزه بر تن درخت انداخت. او با افتخار به هدفش اشاره کرد، انگار میگفت تفنگ تو درست، اما من هم ضعیف نیستم. مکس با دیدن این صحنه کمی آرام شد. این مرد وحشی بود، اما احمق نبود. او تصمیم گرفت او را به خانه‌اش ببرد. شب هنگام به او غذا داد و بومی با اطمینان غذا خورد، اما مکس هنوز میترسید. به همین خاطر شب او را با زنجیر سبکی بست تا فرار نکند یا آسیبی نزند. اما صبح اتفاق عجیبی افتاد. بومی بدون صدا زنجیر را باز کرده بود و با سینی غذا بالای سر مکس ایستاده بود. در آن لحظه قلب مکس نرم شد و فهمید در مورد او اشتباه کرده است. او زنجیر را باز کرد و برای اولین بار با لبخند دست او را گرفت و نامش را فیلیپ گذاشت. مکس تصمیم گرفت به فیلیپ زبان بیاموزد. فیلیپ بسیار باهوش بود و در عرض 6 ماه توانست صحبت کند. او بسیار پرتلاش بود و در همه کارها به مکس کمک میکرد. یک شب که کنار آتش بودند، مکس داستانی از انجیل برایش میگفت، اما فیلیپ گفت اعتقاد ما متفاوت است. ما خدای پرنده را میپرستیم. من به چیزی که میبینم ایمان دارم. این تفاوت دیدگاه باعث بحث شد و مکس در اوج خشم به او گفت وحشی. فیلیپ دلشکسته خانه را ترک کرد. مدتی به عنوان 2 غریبه در جزیره زندگی کردند، اما مکس پشیمان شد و سراغ او رفت و صمیمانه عذرخواهی کرد و قول داد به عقاید هم احترام بگذارند. فیلیپ او را بخشید. یک روز فیلیپ فاش کرد که چون قوانین قبیله را شکسته بود، برای قربانی به اینجا فرستاده شده و قبیله حتما برمیگردد. آنها تصمیم گرفتند محل قربانی را با مواد منفجره پر کنند.
1 ماه روی این نقشه کار کردند. وقتی قبیله آمد، فتیله را روشن کردند. در میان هیاهو، سیمبا هم دوان به سمت غار رفت. ناگهان انفجار بزرگی رخ داد و سیمبا در میان شعله‌ها ناپدید شد. مکس با قلبی پاره پاره سگ وفادارش را دفن کرد. سپس فیلیپ هشدار داد که اگر قبیله بفهمد او زنده است، رهایشان نمی‌کنند. مکس پیشنهاد داد با کلک به انگلستان بروند، اما فیلیپ با یادآوری اینکه سفیدپوستان آنها را به بردگی میبرند عصبانی شد و فکر کرد مکس هم او را برده می‌بیند. باز هم دوستیشان به هم خورد. مکس به تنهایی شروع به ساختن کلک کرد. کاری بسیار طاقت فرسا بود. در میانه کار فیلیپ برگشت و گفت می‌خواهد به دوستش کمک کند تا به جای امنی برسد. آنها دوباره متحد شدند، اما طوفانی سهمگین آمد و کلک آنها را نابود کرد. حالا شب ماه کامل نزدیک بود، زمانی که آدمخوارها برمیگشتند. آنها تمام جزیره را با تله‌های هوشمندانه و باروت مجهز کردند. شب موعود فرا رسید. مکس با فلوت آنها را به سمت تله‌ها کشاند. بسیاری از آنها در تله‌ها گرفتار شده و کشته شدند. وقتی فکر کردند پیروز شده اند، آخرین بومی تیری به سینه مکس زد. فیلیپ دشمن را کشت و با گیاهان دارویی سعی کرد مکس را نجات دهد، اما زخم عفونت کرد. فیلیپ برای نجات جان دوستش او را به قبیله خودش برد. آنجا پزشک قبیله زخم را شست، اما قانونی وجود داشت که مکس و فیلیپ باید در یک میدان مرگ با هم بجنگند و هر که زنده ماند حق رفتن دارد. در میدان مکس از دوستش خواست او را بکشد، اما فیلیپ نتوانست. ناگهان صدای شلیک سفیدپوستانی که به قبیله حمله کرده بودند بلند شد و فیلیپ اشتباهاً کشته شد. مکس بعد از 15 سال بالاخره به خانه بازگشت، اما همیشه به یاد دوستی بود که در آن جزیره درس وفاداری و شجاعت به او داده بود. اگر این ویدیو را دوست داشتید، لایک کنید و حتما کانال جهان فیلمز را سابسکرایب کنید.